سلام و درود بیکران به همه عزیزانم. صبح زیباتون بخیر باشه. درود بر شما، درود بر شما. بذار ببینم. این خوبه راقب. درود بر شما، صبح بخیر، صبح بخیر. صبح زیباتون بخیر باشه. بریم برای یک روز جدید و کلی اتفاق جدید. درود بر شما. خب صبح زیباتون بخیر باشه. درود بر شما. میگن که صدا نداریم. چرا؟ صدا هستش. درود بر شما، درود بر شما. صبح بخیر، صبح بخیر، صبح بخیر. خب بریم شروع بکنیم. الهی به امید تو صبح زیباتون بخیر باشه. با نام و یاد خدای بزرگ شروع بکنیم جلسه امروز رو و جلسه پایانی که خیلی وقت تموم شده. آخرین لایوی که در این پیج ما میگیریم برای آموزش در دوره VIP 11 به نام کشتی نو. اول از هر چیزی از تو ممنونم که دنیا رو داری به جای قشنگتری تبدیل میکنی، تلاش میکنی زندگی خودت و دیگران بهتر بشه. بعدش از خودم تشکر میکنم و هدیه‌اش هم برای خودم گرفتم به خاطر اینکه این دوره عالی رو برگزار کردم. در اوج شلوغی کارم، در اوج سختی کارم، در اوج اون لحظه‌ای که جسمم میگفت نه بگیر بخواب، تو خسته‌ای، تو به خواب نیاز داری، الان وقت خوابیدن تو، خیلی چیزای دیگه، ذهن من فرمان میداد که نه تو باید بلند بشی چون VIP 11 داری. در اون لحظه هایی که دلم میخواد برم شب گردی بکنم، دلم میخواست برم مهمونی یا حالا هر گونه دیت یا قراری بخوام بذارم، میگفتم نه چون من VIP دارم، فردا باید برگردم، باید نمیدونم این فرکانس من تغییر نکنه و خیلی موارد دیگه. از خودم تشکر میکنم و تو باید از خود تشکر بکنی. اگر واقعا انسان متعهدی بودی، اگر واقعا در این ایام انسان متعهدی بودی، اگر واقعا نوت برداری هاتو انجام دادی، اگر واقعا روتین رو انجام دادی، خودتو قطعا جواب گرفتی و باید حتما واسه این عمل کرده خوبت یک هدیه رو بذاری. ما همیشه گفتیم، شروع کردیم، خدایا به نام تو، به یاد تو، به اذن تو، برای تو، به وقت تو، به اراده تو، به خواست تو، خدایا فقط برای تو. پروردگارا این عزت مرا بس است که من بنده تو ام و این افتخار مرا کافی است که تو پروردگار منی. خدای تو آنچنانی که دوستت دارم مرا آنچنان قرار بده که دوست می‌داری. آمین یا رب العالمین. چند تا نکته خیلی مهم رو امروز با هم دیگه مرور بکنیم که خیلی خیلی مهمه که ما رهاش نکنیم. مورد اول این که سفره آموزش به برکت پروردگار به لطف خدای بزرگ همیشه هستش، ولی اینکه ما با کی آموزش ببینیم، چقدر آموزش ببینیم، چطور باشه، دیگه کاملا متفاوته. یادمون باشه آدم‌های زیادی هستن در دنیا که تو هر آموزشی بدی یه گیری به تو میدن. درست عده‌ای میان سوء استفاده میکنن از نحوه آموزش دادن و زرد رفتار میکنن، ولی حداقل ما باید به این درک رسیده باشیم که کدوم آموزش به درد من میخوره، کدوم تحول آفرینه، کدوم میتونه زندگی من رو عوض بکنه و خیلی موارد دیگه. بچه‌ها یه جمله رو بهتون میگم بنویسید، یه جمله رو بهتون میگم بنویسید که توی نوت برداری هاتون باید باشه، که اگر این جمله تو نوت برداریتون نباشه میگم برای شما قبول نکنن. به خاطر اینکه سری از دوستان دیر میان توی لایو و 4 خط می‌نویسن و نوت برداری ارسال میکنن و میخوام قرعه کشی بکنم فردا یا پس فردا این جمله رو بنویسین، این جمله رو بنویسین، 2 تا ضرب در بغل این جمله بزنید، یعنی این جمله رو مابین 2 تا ضرب در بنویسید که من امروز حتما به بچه‌ها بگم، به خانم حسنی بگم هر کسی این جمله رو نداشت
اصلا تکلیفش رو ثبت نکند و فقط نشانش این جمله باید باشه. بنویسین لطفاً. 2 تا ضرب در بزنید، وسطش بنویسید خدای دیروز، خدای امروز و خدای فردا هم هست. خدای دیروز، خدای امروز و خدای فردا هم هست. خدای دیروز، خدای امروز و خدای فردا هم هست. اینو بنویسین لطفاً که من به بچه‌ها بگم اگر این جمله نبود اصلا نوت برداری ها رو قبول نکنند. خدای دیروز، خدای امروز و خدای فردا هم هستش. خب بریم برای ادامه صحبتامون. ولی این که الان دارن یه عده زرد استفاده میکنن از آموزش‌ها یا تبلیغات اصطلاحاً زرد به کار میبرن یا حرفایی میزنن که اساساً میخوان فقط جلب توجه بکنن، ما کار به اونو نداریم و ما اصلاً نباید تمرکزمون روی چنین افرادی باشه. من دیدم دیگه جاهای خیلی مختلف، مثلا یه خانومی از طریق مثلا دارم میگم نوع پوشش جلب توجه کرده، حتی یه آقا از مدل نوع پوششش جلب توجه کرده، یه خانم با حرفاش جلب توجه کرده، یه آقا با حرفاش جلب توجه کرده. ما باید این اصل رو رعایت بکنیم به عنوان یک انسان VIP. این جمله رو بنویسین. به چیزی که اعتماد نداری نگو. به چیزی که اعتماد نداری نگو. ادامش بنویس. به چیزی که اعتقاد نداری نگو. به چیزی که اعتقاد نداری نگو. همون 2 تا مطلب رو الان گفتیم. یکی اعتماد به کلام، یکی اعتقاد به کلام. اگه میبینی این چیزی که میخوای صحبتشو بکنی خودت نسبت بهش سستی اعتماد نداری، لطفاً عنوان نکن. ببین هر از گاهی من یه ذکری رو میگم و اکثرا 98% 99% استقبال میکنن. 1% میان میگن مگه ما عربیم؟ اصلا ما چرا باید عربی بگیم؟ بابا اینا خرافاته، این حرفا چیه؟ در صورتی که اون کلامی که من میگم قطعا از دل قرآن اومده یا خیلی دیگه معتبره، یعنی ما باید بهش اعتماد داشته باشیم و خودمون انجام داده باشیم. بعد در نهایت به چیزی که اعتقاد نداری نگو. آقا فلانی گفت چون آدم خوبی بود منم یاد گرفتم به فلانی گفتم. اگه فلانی گفت آدم خوبیه، تو برو تو گوگل سرچ کن ببین آیا چنین چیزی موجود است، آیا چنین چیزی وجود دارد یا خیر. بعد اگر موجود بود و اگر وجود داشت اون موقع شما بیا این مسئله رو عنوان کن، چون بسیار بسیار مهمه. این مورد اول. اگه واقعا آدم VIP هستی، متوجه شدی که طعم خوشمزه زندگی آرام، احساس قشنگ چیه و اون احساس قشنگ رو هر روز بیشتر و بیشتر و بیشترش میکنی. ببین از هفته آینده در پیج اصلی لایف های 6 صبح رو من شروع میکنم، مثل همون سابق از یک شنبه، چون دیگه جمعه شب الله هستش و خیلی ها قطعا مهمان هستن و بیدارن. شنبه هیچی، از یک شنبه خب مثل روال سابق ساعت 6 شروع میکنیم. دقیقه 8 سلام به امام رضا رو میدیم، 6 و 30 دقیقه 6 و 40 دقیقه هم تموم میکنیم و خدا نگهدارتون باشه. و هر روز هم مطالب جدید میگیم. اما VIP احساس قشنگش هیچ وقت قابل مقایسه با جای دیگه نیست. مطالبش هیچ وقت قابل مقایسه با جای دیگه نیست. من الان اگه حرفی رو به تو بزنم، تو بارها پاکسازی انجام دادی، ذهن تو آماده است، اصطلاحاً وارماپ شده، گوشای تو دیگه عادت کرده به شنیدن حرفای قشنگ. خیلی فرق داره با انسان معمولی. پس بنابراین لطفاً این نکاتی که بهت میگم خیلی خوب توجه کن و رعایت کن. مورد اول اعتقاد به کلام و اعتماد به کلامه. اگه نداری نگو، اصلاً نگو. مورد بعدی، در مسیری نرو اگر رفتی جنگنده باش. خیلی وقتا آدما چون در مسیری نیستن فقط میخوان ورود کنن به مسیری. بنویسین رو. در مسیری نرو اگر رفتی جنگنده باش. بسیار مهمه. تمام مسیرها چالش داره. از اتفاقاتی که دوستان و آشنایان و اقوام برای ما رقم میزنن، حرف و حدیث و مسخره شدن بگیر، تا خود جامعه که خیلی ها دوست ندارن تو رو ببینن، تا خیلی افرادی که همسنف یا همکار تو هستن و دوست ندارن تو موفق بشی. جامعه ما اینطوریه و تو باید بپذیری. جامعه انسانها پر از انسانهای کوتاه قامته.
انسانی که حسوده کوتاه قامته، انسانی که بخیله کوتاه قامته، انسانی که چش دیدن موفقیت کسی رو نداره دائما میخواد انرژی سنگین براش بفرسته کوتاه قامته. جامعه ما پره، اصلا ربطی نداره طرف ریش داره یا ریش نداره، چادری یا مانتوییه. جامعه ما پر است از انسان‌هایی که کوتاه قامتن و به محض اینکه متوجه میشن شما در پروسه موفقیت هستی یا حال خوشی داری یا زندگی خوبی داری، قطعاً به فکر این میفتن که یک چنگی بزنن. جامعه اینطوریه و تو باید انقدر قوی باشی که در امان باشی از گزنده این مدل انسان‌ها. اینم مورد بعدی که خیلی مهمه. دیشب انقدر خسته بودم. زمانی که اومدم خونه فکر میکنم 3 بار جایی که نشسته بودم از حال رفتم و صبح انقدر خسته بودم که اصلا توان بیدار شدن نداشتم. ولی یک چیزی در ذهن من میگه تو میتونی. این عین واقعیته. اینا برای آدمی که آگاه نیستن میشه انگیزه، ولی برای آدمی که آگاهه میشه تحول. ما باید به دنبال تحول باشیم. وقتی ذهن من فرمان میده 3 بار صورتمو با آب یخ شستم. وقتی ذهن من فرمان میده که ببین تو باید انجامش بدی، من نمیتونم بهش بگم نه نمیخوام، نمیتونم بگم حالا بذار فردا انجامش میدم. فقط باید به ذهنم بگم چشم. مثل همون لحظه که تصمیم غلط گرفتی، تو به ذهنت گفتی چشم. تو به ذهنت احساساتو نگاه کرد، به احساس توجه کرد، فرمان غلط داد، تو هم بهش گفتی چشم. مورد بعدی که خیلی آسیبزا هستش برای شما، به سایز آدم ها دست نزنید. تو نمیتونی کسی رو بزرگ بکنی. خیلی وقتا شما میخواید به سایز آدم ها دست بزنی. این کار خیلی غلطه. اصلا این کار رو انجام ندید. تحت هیچ شرایطی به سایز آدم ها دست نزنید. به آدم ها کمک کنید. خیلی خوبه. کمک کردن خیلی خوبه. خیلی کارمای خوبی داره. ولی به سایز آدم ها دست نزنید. وقتی تو میخوای یک نفر رو بزرگ بکنی، همون آدم تو سرت میزنه. همون آدم برات زبون در میاره. دقیقاً همون آدم. تو کمک آدم رو بکن. کمکشون بکن. در مسیر موفقیت، در مسیر حال خوب، خیلی هم عالیه. اما تو به سایزشون دست نزن. بذار خدا براش رقم بذاره. بذار روزگار کمکش کنه که رشد بکنه. این بسیار مهمه که ما خیلی تو این قضیه ضربه خوردیم. مورد بعدی بنویسین لطفاً. آلودگی ایجاد نکن. خیلی از شما دوستان برای خودتون و دیگران آلودگی‌های فکری ایجاد می‌کنید. تفکرات سمی ایجاد می‌کنید. آلودگی ایجاد نکنید. آلودگی کلامی همون حرف زشتیه که زیاد تکرار می‌کنی. همون کلام منفیه که خودت تکرار می‌کنی، تازه جلو جمع هم تکرار می‌کنی. به این میگن آلودگی. آلودگی فکری، آلودگی ذهنی، همون تفکرات مسمومه که نمیذاره تو تکون بخوری. آلودگی ایجاد نکن. اگه برای خودت ایجاد کنی شاید چند سال عقب بیفتی. اگر برای دیگران ایجاد بکنی چندین سال عقب میفتی. علتش چیه؟ اون آدم میتونست موفق شه، به خاطر کلام تو موفق نشد. اون آدم میتونست به زندگی خوب بره، به خاطر کلام تو موفق نشد. من همیشه تو جلسه که با دوستان داریم که از روانشناس ها هستن، روانشناس های خیلی خوب دوستان من هستن، مسترمایند با هم دیگه میذاریم، بهشون میگم هیچ وقت آلودگی ایجاد نکنید. وقتی یه نفر گرفتاره الکی نفرستین سر خونه زندگیش، بگین آره برو درست میشه. بابا خدا بزرگه. خب خدا بزرگه اما من چه کنم؟ خدا بزرگه اما راهکار به من بده. خدا بزرگه اما هوشیاری من رو به من برگردون. من رفتم توی یه حالتی که نمیفهمم دارم چی کار میکنم. هر روز تو خونه زندگیم جنگ و دعوا دارم. و اینقدر آدم ها رو به زور بدرقه نکنین که با هم دیگه تعامل داشته باشن. بذار آگاهانه با هم رفتار کنن. من به همشون گفتم اگر آلودگی ایجاد کنید هیچ وقت موفق نمیشید. و الان دوست داشتم به تو بگم که مراقب باشی که آلودگی ایجاد نکنی. مورد بعدی بنویسین لطفاً. مورد بعدی. همیشه چند گام از دیگران جلوتر باش. اگر صاحب کسب و کاری، اگر شریک داری، اگر تنها کار میکنی و رقیب داری،
در خانه و خانواده میخوای حرف تو رو بخونن، اگر پرسنل و مجموعه داری یا هر پوزیشنی که داری چند گام از دیگران جلو باش. مطمئن باش امروز به حدی انسانها کنجکاو هستن و به حدی درکشون بالا رفته که متوجه عیار خوب تو میشوند. اینو هرگز فراموش نکن. آدما متوجه میشن تو چقدر عیار داری، چون باید چند قدم همیشه از دیگران جلوتر باشی. میشود. آقا ببخشید، رقیب شما کیه؟ خودم. دشمن شما کیه؟ خودم. آهن رو چی نابود میکنه؟ خودم. زنگ زدم. آهن با زنگ زدن از بین میره. خودم رو نابود میکنم و خودم با تلاش میتونم چند گام همیشه جلوتر از دیگران باشم. قطعا این اتفاقی که بهت میگم رقم میخورد. اگر تو دقت کنی، اگر برای تو مهم باشه، آلودگی ایجاد نکنید و همیشه چند گام از دیگران جلوتر باشید. من یه خوراکی رو باید همیشه داشته باشم. این خوراکی که بهت میگم، معنویات خوراک همیشگی زندگی شما باشد. معنویات خوراک همیشگی زندگی شما باشد. میخوای اذان صبح بگی؟ خودت میدونی. میخوای مابین روز بگی به عنوان میان وعدت؟ خودت میدونی. میخوای نمیدونم اذان ظهر بگی؟ خودت میدونی. ببینید بچه‌ها، هر اسمی یه ذکری داره. هر اسم علی، امیر، فاطمه، میترا، مریم، الهام، نمیدونم داوود، اصغر، نمیدونم حسین، محسن، هر کی، هر اسمی یه ذکری داره. خب که حالا شاید اگر شرایط فراهم بود قولشو نمیدم، چون خیلی زمان بره، به شدت زمان بره. دوره بعدی که اجرا میکنیم میگیم آقا ذکر اسم تو اینه. چون خیلی زمان بره، فرض کن مثلا بخوای برای 2000 نفر برای اسمشون مثلا ذکر بگی، خب خیلی زمان بره دیگه، خیلی. به همین خاطر شاید در دوره بعدی این تمهیدات رو فراهم کردم که هر کس که شرکت کرد ذکر اسمش رو بگم. دیدی میگن طرف طیب و طاهره، طیب، مثلا ذکر اسم من طیبه، طیب. و حالا بماند، میخوام به تو بگم خوراک زندگی شما باید معنویات باشه. به هر زبانی که دلت میخواد، فارسی باشه، عربی باشه، آمریکایی باشه، به هر زبانی، به هر شکلی، خودمونی باشه، قربون صدقه باشه. من یه دفترچه کوچیک دارم تو کشومه و دورش کش هستش. هر روز که باز میکنم یه جمله بین خودم و خدا مینویسم، یه جمله کاملا خودمونی، رفاقتی. نوشتم سلام خدایا سلام، حالا اون جمله که با میل خودم برای اون روز رو من مینویسم. من باید معنویات خوراک زندگیم باشه. آقا اینا خرافاته، آقا اینا دروغه، آقا اینا سرگرمیه، آقا اینا اومدن انسانهای فلان ادیان و فلان ادیان گفتن. لطفاً توجه نکنید. اونا دوست دارن آلودگی ایجاد کنن. شما اگه دقت بکنین، اونا هیچ وقت عاقبت به خیر نشدن، اونا هیچ وقت زندگی خوبی نداشتن، اونا هیچ وقت نتونستن به حال خوب و حال خوششون برسن. دوستان عاقبت به خیری خیلی مهمه. صدام حسین رئیس جمهور بود، رهبر یک مملکت بود، اما ببین انقدر آه و ناله خرید برای خودش، برای اون کشور. اون مادرای شهدا چقدر آه و ناله کردن، چون که ما که نرفتیم با اونا به جنگی، اونا شروع کردن دیگه. چقدر نمیدونم تعرض شد، چقدر نمیدونم مریض اعصاب داریم، مریض شیمیایی داریم، چقدر جوانا کشته شدن، چقدر آه مادرها دنبال اینا افتاد. ببین یه چیزی من بهتون بگم، تا قیام قیامت این کشور روی خوش نخواهد دید، عراق، تا قیام قیامت. میدونید چرا؟ چون آه مادرها خیلی دنبالشونه و قطعا نتیجه اونا نتیجه خوبی نمیگیرن. شما دقت کن، همش جنگه، همش اونجا جنگه، همش ویرانیه، آبادانی وجود نداره. آره یه سری مزیت‌ها وجود داره، چون ارتباطات بیشتری در بازارهاشون با دنیا دارن.
آره مثلا ماشین‌های بهتری اونجا هستش، یک سری بازارهاشون کانال‌های بیشتری داره، اما روی خوشی نداره. انگار کلا خاک مرده پاچیدن. روی خوشی نداره. چه اون بغدادش، چه جاهای زیارتیش، چه چیزای دیگه. نگاه نکن آدم‌ها چی میگن. آدم‌ها به اندازه درک خودشون میگن. تو هم به اندازه درک خودت این رو بپذیر که معنویات باید خوراک زندگی شما باشه. آره صدام حسین رئیس جمهور بود، رهبر بود، اما عاقبت به خیر شد. آیا عاقبت به خیر شد؟ خیر. عاقبت به خیر خیلی چیز مهمیه. تو میتونی نگاه کنی و در ظاهر بگی فلانی چه قدرتی داره، فلانی نمیدونم چه مکنتی داره، فلانی چه ثروتی داره، اما عاقبت به خیر شد یا نشد؟ این خیلی مهمه. باید ببین معنویات خوراک روزانه شما باشه، برای حال خوبت، برای درآمدزاییت، برای اینکه طلب کنی. و ما نباید بی معرفت باشیم. هر وقت گرفتار میشیم بریم در خونه خدا. هر روز باید برید. من نمیدونم تو نماز میخونی یا نه، من نمیدونم، ولی من به توصیه میکنم نماز صبح رو همیشه بخون. اون نماز صبح نجاتت میده. اون نماز صبح آینده تو رو تغییر میده. بدهکارم، گرفتارم، رابطه خوب میخوام، زندگی خوب میخوام، نمیدونم شکل و ظاهر خوب میخوام، پست و مقام خوب میخوام، هر گرفتاری که داری فقط کافیه توی نماز صبح عنوان بکنی، ورق زندگی میچرخه. من یه روزی توی همین دوره بهتون گفتم بچه‌ها ما حداقل بر روزی 2 بار 3 بار سجده کنیم، چون انرژی های منفی رو دفع میکنیم. کیا انجام میدن؟ عده بسیار اندکی. حتما تو برنامه‌تون بذارید. حتما قبل از خواب حتما خودتون رو بغل بکنید. هر روز هر از گاهی دست به سینه بشینید، چشماتون رو ببندید و با خودتون یک کوچولو صحبت بکنید و خودتون رو به آرامش دعوت بکنید. اینها تکنیک هایی هست که یک انسان VIP میتونه انجام بده و نتایج فوق‌العاده‌ای بگیره. آقا ببخشید فرق من نسبت به بقیه چیه؟ من این چیزها رو بلدم. دوباره فرقم چیه؟ هم بلدم هم دارم انجام میدم. یه فرق دیگه هم بگو، بلدم انجام میدم استمرار دارم. این خیلی مهمه. بلدم انجام میدم استمرار دارم. پس همیشه معنویات خوراک زندگی شما باشه. بسیار مهمه. مورد بعدی، من زیاد شنیدم خانومی گفته، مرد من گفته من تو رو نمیخوام. من خیلی زیاد شنیدم خانومی گفته، مرد من گفته، شوهر من گفته من تو رو نمیخوام. برعکسش هم زیاد شنیدم. یه آقای اومده گفته همسرم، زن من گفته من تو رو نمیخوام. زمانی که ارزش خودت رو خیلی میاری پایین و بسیار 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 فداکاری میکنی و خود واقعیت رو نشون نمیدی و خودت رو ضعیف و ذلیل نشون میدی، این اتفاق برات میفته. اصلا مهمی تو چی هستی. آدما تو رو نمیخوان چون احساس میکنن بسیار کم ارزش هستی و دقیقاً زمانی که رو خودت کار میکنی و ارزش هاتو نشون میدی، به عنوان یک انسان ارزشی نشون میدی، اونا میترسن تو رو از دستت بدن. اونا همیشه عاشق این هستن که با تو بمونن. اونا همیشه دلشون میخواد که تو رو داشته باشن. مبادا من اینو از دست بدم. خدا نکنه من اینو از دست بدم. خدا نکنه من اینو از دست بدم. خدا نکنه من اینو از دست بدم. از امروز اول طلب کن از خدا. بگو خدای من خیلی ارزشمند هستم. اون ارزشمندیه رو به من نشون بده. کمک من کن. عین آتش فشان فوران بکنه در زندگی من. تا آدما بیشتر متوجه بشن ارزشمندی تو رو. وقتی زور میزنی ارزشمندی تو به کسی نشون بدی، بدتر داری دافعه ایجاد میکنی. در کمال آرامش به زندگیت و به موفقیت و به آموزش و به معنویاتت برس. همه متوجه میشن که تو چه انسان فوق‌العاده‌ای هستی. تو چه انسان با ارزشی هستی. زن من رو ول کرد. شوهر من رو ول کرد. به من میگه من نمیخوام تو این زندگی باشم. به من میگه من نمیخوام تو این رابطه باشم. چون خیلی فداکاری نشون دادی. چون یاد نگرفتی وقتی یک کادو برای دیگری میخری 2 تا برای خودت بخری. چون یاد نگرفتی یک کادو 100 تومانی برای کسی میخری 120 تومانی برای خودت بخری. این یه واقعیته و تو باید اجرا بکنی.
و من دقیقاً همیشه این رو اجرا میکنم. من همین دیروز رفتم برای اینکه یه سر به مادرم بزنم. همین که اومدیم صحبت بکنیم، بعد از مدت ها یه حرفی رو زد که اون حرفه از نظر من غیبت حساب میشد. آره فلان شخص که فامیلمونه نیومده، قرار بوده بیاد، نمیدونم میاد یه همچین چیزی. همون لحظه دردم با یک کلام خیلی مناسب و روی مناسب گفتم که مگه ما قول ندادیم غیبت نکنیم؟ تو که میدونی من فرکانسم میریزه به هم، تو که میدونی من نمیدونم دوست ندارم این چیزا رو، چرا باید غیبت بکنیم؟ مگه ما قرار نشد به دلیل اینکه خودمون رو دوست داریم این کارو نکنیم؟ یه لبخندی زد و گفت تو هم هر روز به من درس بده. و من همون لحظه جلوشو گرفتم. تو ببین کیه طرف مقابلت، جلوی اتفاقاتی که میبینی برات خوب نیست رو بگیر. حالا یکی رو با لبخند، یکی رو با تذکر، یکی رو با ترک کردن لوکیشن، جلوی اتفاقا رو بگیر. تو باید مدیریت بکنی، مدیریت بحران باید داشته باشی. در غیر این صورت نتیجه نمیگیری. آدما همیشه قر میزنن، تو نباید مثل اونا باشی. آدما همیشه بهانه دارن، تو نباید مثل اونا باشی. یاد بگیر، این رو یاد بگیر. اگر برای هر عزیزی هدیه خریدی، مشابه اونی یا بهترش رو برای خودت بخر. آره من برای تو غذا خریدم، خودم غذا میخورم. از مسافرت اومدم برای تو عطر گرفتم، برای خودم عطر و کتونی گرفتم. رفتم فلانجا یادت کردم، برات عکس فرستادم، از خودم 50 تا عکس گرفتم. از خودت باید، از ارزشمندی خودت باید در این دنیا همیشه اثری باشد. در غیر این صورت آدما فکر میکنن من چقدر مهمم و این جرأت رو به خودش میده که تو رو بخواد ترک کنه. ببین خواهرم باشه، برادرم باشه، فرقی نمیکنه. آدم هایی که زور میزنین دیگران رو بیارین در مسیر موفقیت، همون دیگران تو روتون وای میستن. آدم هایی که زور میزنین دیگران رو خوشتیپ کنین، همونا تو روتون وای میستن. نه بابا این فرق داره، هیچ کس فرق نداره. آدم هایی که زور میزنین حال دیگران رو خوب کنین، همونا تو روتون وای میستن. من تجربهش رو زیاد داشتم. آدمایی که زور میزنین دیگران رو به درآمد عالی برسونین، همونا تو روتون وای میستن. شما همیشه باید چندین گام جلوتر باشید و هر کاری برای دیگران میکنید باید 2 برابر برای خودتان بکنید. تو همین عرصه آموزش خیلیاتون یادتون نیست یا نمیدونید 2 سال پیش یا آقای اومد گریه کرد، یا آقایی که خیلی هم معروفه گریه کرد، گفتش که پسرم کمک من کن، من در عرصه آموزش زمین خوردم، تو میتونی منو بلندم بکنی. انقدر برای من مهم بود که من شبانه روز 24 ساعته کار کردم تا دوباره موتورش رو روشن بکنم. همون آدم یه روزی تو روی من وایساد. تو که با دستبوسی اومدی جلو. تو رابطه ها همینطور، دخترها همینن، پسرها همینن، در روابط زناشویی همینطور، مردا همینن، زنها همینن. زور نزنید. این خیلی مهمه. زور نزنید. یه روز یه خانم آقای اومدن دفتر و میخواستن با همدیگه یه کاری انجام بدن. من همون دردم گفتم که شما به درد شراکت با همدیگه نمیخورید. چیزی که من تو معاشرت شما دارم میبینم اینه که شما در ذهنتون خیلی با همدیگه کلنجار دارین و اینجا حفظ ظاهر دارین میکنین. آیا واقعیت همینه؟ خانم گفت بله همینه. یه دیالوگی به کار برد. گفت این آقا تا دیروز به اسپری میگفت پیفاف، من دادم دستش. پیفاف اینه کدوم واسه همون است که این سوسکو میکشن، حشره میکشن. اسپری حشره کش. یهو تو روی من این حرفو زد، مثلا من جا خوردم. گفت این آقا رو میبینی تا دیروز به اسپری میگفت پیفاف، من بهش گفتم عطر بزن، من بهش گفتم حالا برای من اینطوری لفظ قلم صحبت میکنه، حالا برای من منم میکنه و خیلی موارد دیگه. این آقا اینه. ببین چقدر دلش پره که کمک کرده که زور زده طرفش خوشتیپ خوشپوش باشه، اما انقدر از خودگذشتگی کرده انجام داده که احساس میکنه خودش در پایین دست قرار گرفته
و از سر حرصش این حرفو زد. آره شاید جای تعریف کنیم طرف بخنده، اما این طنز تلخه. هر کاری برای دیگران انجام میدی، اصلا حتی بچه تو باید بدون تو بزرگتری، همسرت باید بدون تو انجام دادی، رابطت باید بدونه. این همه شکست در روابط وجود داره به خاطر اینکه آدما فکر میکنن تو ناچیزی. اینقدر خودت رو ناچیز نشون نده، اینقدر خودت رو کم، دست کم، لو لول، پایین دست نشون نده. آخه میدونی؟ نمیخوام بدونم. آخه ناراحت میشه؟ بذار ناراحت شه. ببینید دوستان، دوره معجزه روابط، نمیدونم وقت بکنم ضبطش بکنم یا نه. من باز میگم چون دوستان آخه ما یه عادت بدی داریم، حرف که میزنیم خیلی بچه‌ها پیگیری میکنن. مثلا آقا چی شد؟ به ما گفتید، قول دادید. در صورتی مثلا اهل قول دادن و گفتن نیستم. یعنی قول بدم انجامش میدم، برنامه‌ریزی دارم. هیچ قولی من در موردش ندادم. یه فصلش وجود داره که خیلی شماها رو میکوبه، که خیلی شماها رو تخریب میکنه. میگه ببین باعث و بانی این اتفاقات تویی. حالا تو هی پیش خودت فکر میکنی، میگه آقا من نبودم که. میگم آقا همسر تو رفته فلان جا فلان کار کرده، باعث و بانی اتفاق تویی. بعد تو هی با خودت فکر میکنی، میگه آخه من نبودم که. آخه من که بهش نگفتم بره این کارو بکنه. آخه من که بهش فلان نکردم. ببین ما توی روابطمون، چه در پرسه‌های مالی، اجتماعی، کاری، احساسی، خانواده، هر چیزی، باید یک سری اصول رو رعایت کنیم که اونا بدونن ما انسان‌های ارزشمندی هستیم. یعنی حرف ما رو بخونن، حرمت برای کلام ما قائل بشن، یعنی ما رو در یک جایگاه خوبی ببینن، بدانن. اگر این اتفاق بیفته، کم 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 تو رو سرشون میذارن. اما وقتی این اتفاق نیفته، کم 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 تاج سرم که باشی تاجو برمیدارن و رو زمین میذارن. این خیلی مهمه. یه دوره‌ای وجود داره بریم سرزمین مکاشفات، همین کارگاه جدیدمون که داریم ثبت نام میکنیم، حضوری از سر تا سر کشورم میان. تو در سرزمین مکاشفات عین پر میشی، سبک میشی. آزار و اذیت ها از بین میرود، ایده ها میآید، تلاش ها بیشتر میشود، نتایج بهتر میشود، اتفاقات قشنگ بیشتر میشود و خیلی مواردی که تو بهش نیاز داری. میدونی مشکلت چیه؟ تو میگی این به درد من نمیخوره، دقیقاً این به درد تو میخوره. اون کتاب به درد من نمیخوره، دقیقاً اون کتاب به درد تو میخوره. چرا؟ چون خدا خواست تو اون کتاب رو دریافت کنی و در مسیر زندگی تو باشد. آره خدا خواست. بله خدا خواست. خیلی مهمه این مطلب. همین کتابی که من به شما دادم به عنوان هدیه، چند نفر از شما خوندین؟ چقدر بهش توجه کردین؟ چقدر براتون مهم بود که این کار رو انجام بدین؟ خیلی مهمه. پس تو باید تفکرت این باشه که من هر ارزشی به دیگران منتقل میکنم همونو برای خودم بخوام، ولو بیشتر. این بسیار مهمه. مورد بعدی، تفکرت به اندازه امروز نباشه. یه سری آدم ها هستن میگن که حالا بذار پول امروزمون رو در بیاریم تا فردا خدا بزرگه. بله راست میگی، خدای دیروز خدای امروز هم هست، خدای امروز خدای فردا هم هست. وقتی تفکراتت به اندازه امروزه، تو به اندازه امروز تلاش میکنی، به اندازه امروز پول در بیاری، به اندازه امروز بهت خوش بگذره و قطعا تو فردا عقب ماندی. تو فردا نسبت به اون انسانهایی که افق بلندتری داشتن و 7 روز 10 روز 1 ماه بعد رو دیدند، تو عقب ماندی و اون عقب ماندگی جبرانش خیلی سخت است. تفکراتتو محدود به امروز نکن. من اندازه امروز میخوام بدونم. خب میدونی این معنیش چیه؟ فقط امروز حال کنیم دیگه. تو فرض کن میری سر کار، میگی حالا فقط امروز ببینیم چی میشه. تو رابطه امروز بریم ببینیم چی میشه. ارتقای شغل امروز بریم ببینیم چی میشه. این ببینیم چی میشه همیشه کار خراب میشه. فقط برای امروز همیشه کار خراب میشه. و مورد بعدی، جنبه و درک شما، داری می نویسی دیگه، جنبه و درک شما
نباید به اندازه نیازهای شما باشد. جنبه و درک شما نباید به اندازه نیازه. آقا درک من فقط به اندازه داشتن یک ماشینه، درک من فقط به اندازه داشتن یک موتوره، اصلا این کاملا غلطه. درک تو اگه به اندازه داشتن یه موتور باشه، کسی که 3 موتور داره برای تو غیر قابل توجیهه. آدم‌ها همه سوال میپرسن چرا تو خونت موتوره؟ چرا تو دفترت موتوره؟ اصلا دلیل خاصی نداره عزیزم. اصلا دلیل خاصی نداره. دوستشون دارم، 2-3 تا گذاشتم تو خونم، تو دفترم هم گذاشتم. اصلا دلیل خاصی نداره. در ذهن تو، درک تو فقط داشتن یک موتوره. کسی 2 تا داره یه جوریه، کسی 4 تا داره عجیب غریبه. درک تو به اندازه داشتن یه خودروه. یه نفر 4 تا داره، خدا پولو ببین به کیا میده، ببین چقدر پولو حروم میکنن. درک تو نباید به اندازه یه خودرو باشه، نباید به اندازه نیاز تو باشه. میگم میخوام برم تو خونه 600 متری، سری میاد میگه برای چیته؟ میخوای چی کار کنی؟ آخر تو یه متر جا میخوایم بخوابیم. درک تو به اندازه نیازته. پس بنابراین میگی که به چه دردت میخوره؟ با تو فردا میخوای تو یه جا بخوابی. اسم این جلسه رو دقت کردی؟ هدیه خدا. اگه امروز گوش کردی بدون هدیه خداوند بوده. من دقیقه 12 لایف یه جمله رو گفتم و بچه‌ها توی نوت برداریشون نوشتن و افرادی که اون جمله رو ننوشتن امروز نوت برداریشون ثبت نمیشه. خیلی مهمه، چون باید یاد بگیریم که اول تایم بیه. خیلی مهمه. جنبه و درکت به اندازه نیازهات نباشه. تو باید خیلی فراتر از اون رو ببینی، خیلی فراتر. حالا یه خونه بگیریم 60 متر، 2 نفره میخوایم چی کار کنیم؟ بسمونه. همینجوری محدود میمونیم، همینجوری محدود. آره با 60 متر شروع کن، اصلا برو با 40 متر شروع کن، اصلا برو با یه اتاق شروع کن، فدا سرت. اما این آخرش که این جمله رو اینجوری تموم میکنی یا آسیب میزنی. آقا برای چی مونه بابا؟ یه ماشین داریم بسمونه، یه موتور داریم بسمونه. طبقه یکی از این طبقات، روزی که من اومدم تو این ساختمون اومد گفتش که یه سوال دارم از شما یه نفرید، بعد این سوال خصوصیه. وقتی از من یکی میپرسه من معمولا لبخند میزنم، میگم چطور، مگه میپیچونم. دیگه خیلی باید طرف وقیح باشه که من برگردم بگم اگه ارتباطی به شما داره من بگم، اگه ارتباط نداره که هیچ. نه فقط میخواستم بدونم، نه نیاز نیست شما بدونی. یعنی خیلی باید تکرار بکنه، چون اینا شخصیه، اصلا میدونی شخصیه. یکی از این همسایه ها اومد گفتش که ببخشید شما یه نفری مثل این که. گفتم چطور؟ گفتش که آقا این خونه برای یه نفر خیلی بزرگه، معمولا 6-7 نفر تو این خونه زندگی میکنن. من لبخند زدم. دوباره که تکرار کرد گفتم که اگه بهت فشار اومده بگو، ما همسایه‌ایم، رفیقیم. اگه بهت فشار اومده بگو، من همین درستش بکنم، اشکال نداره. حالا اون شروع کرد لبخند زدن. من درک و نیازم رو با همدیگه نباید در یک کفه ترازو بذارم. این غلطه. درکت خیلی بالاتر از نیازت باشه. من این فقط مواردی که برای خودم اتفاق افتاده، میخوام مثالی برات بزنم که مصداق داشته باشه. ماشین میذاریم طرف میاد اینطوری میکنه، آقا این ماشینا همش برای خودته؟ این همش برای خودته؟ ببخشید این ماشینا برای خودته؟ بعد تازه ادامه میده، ببخشید این ماشینا برای خودته، چرا همه رو میاری تو پارکینگ؟ الله اکبر. تو چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ بعد تو توقع داری خدا این آدما رو بزرگ کنه؟ تو که اصلا اون لاین پارکینگیت، اصلا این لاین، تو اون لاینی. عده‌ای باید قدشون همیشه کوتاه بمونه. قدشون باید کوتاه بمونه.
چون در غیر این صورت پا روی دیگران میذارن و راه میرن. درک تو نیازات با هم دیگه یکی نباشه عزیز دلم. و مورد بعدی که توی معنویات یادمون میره، خیلی همون ذکر میگیم با خدا صحبت نمی کنیم، خیلی همون با خدا صحبت میکنیم ذکر نمیگیم. با هم دیگه باشه، با هم دیگه، این خیلی مهمه، این چفت باید باشه. ببینید زبان انتقاد کلن قشنگ نیست. من یه مسئله پیش اومده بود بعد از همایش و میخواستم دوستای خوبم رو بهشون تذکر جدی بدم و یه جورایی درس عبرت بشه براشون. اول سلام و احوال پرسی کردم و شروع کردم به تقدیر و تشکر. مرسی، واقعا خیلی خوب بودید. اونجا دیدم اون کار کردی، اونجا دیدم اون کار کردی، اونجا دیدم اونجا خوبی 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 خوبی. اما یه جا ترمز دستی رو کشیدم و گفتم ببین اونجا هم دیدم این کارو کردی و من برام خیلی عجیبه تو چرا نمیفهمی که توی همایش من نباید اون کارو کرد؟ تو چطور متوجه نیستی؟ از کلمه نمیفهمی واقعا به کار بردم چند بار. چرا نمیفهمی؟ این کار خیلی بده که توی همایش من این کار و حالا موارد دیگه باید انقدر برای خودت ارزش قائل باشی که از بغل خیلی مسائل ساده نگذری. در هر پوزیشن اجتماعی که هستین قطعاً قابل ستایش، احترام و قابل ارتقا هستش. اگه کارمندی، اگه بیکاری، اگر خانه‌داری، اگر هر پوزیشن کاری که داری. و من بارها گفتم، جلسه 15 مفصل توضیح دادم، بازم میگم همه باید پیج اینستاگرام داشته باشن، همه باید هر روز محتوا بذارن، همه باید آموزش ببینن و همه باید خرج خودشون کنن. نترسید. آدمایی که میترسین شما جزو عقب مانده های آموزشی قرار میگیرید، عقب مانده های کاری و مالی قرار میگیرید. بعد میبینی همکار من رشد کرد من موندم، همشهری من رشد کرد من موندم، همسایه من رشد کرد، فامیل من رشد کرد و من ماندم. و ما به اینا میگیم عقب مانده های کاری، مالی، اجتماعی و خیلی موارد دیگه در پوزیشن های مختلف. امروز از خدا کمک میگیرم، میگم خدای مهربانم، از آرامشی که خودت میدانی و از جنس خودت هست بر قلب من، وجود من بتاب، تزریق کن، کمک من کن تا من بتونم الهامات و قدرت بیشتری بگیرم برای ادامه مسیرم. آقا واقعا میشه؟ چرا نباید بشه؟ اصلا اگر برای تو نشه برای کی باید بشه؟ نترسید از هزینه کردن برای خودتون. حتما این هفته برای خودتون هدیه بخرید. چرا خونه فامیل میری همیشه دوست داری 1 کیلو شیرینی بخری اما برای خودت سال به سال 1 کیلو کیکی شیرینی چیزی نمیخری؟ چرا عیادت بیمار میری دوست داری گل بخری اما هفته به هفته 1 شاخه گل برای خودت نمیخری؟ اگر این ظلم به خودت نیست پس چیه؟ اسم این کار چیه؟ اگر این ظلم به خودت نیست اسمش چیه؟ چرا عیادت بیمار میری؟ براش گل میگیری، براش میوه میگیری. اون بیماره. خب تو هم داری خودتو بیمار میکنی. تو هم با انجام ندادن این کار خودتو داری از پوزیشن بیمار قرار میدی. چرا هفته 1 شاخه گل برای خودت نمیخری؟ تو انسان تعریفی هستی، چرا از خودت تعریف نمی کنی؟ چرا نعمتایی که خدا بهت داده رو نمی نویسی رو کاغذ؟ تو سالیانه به دنبال راهی برای موفقیتی و من خیلی ساده دارم بهت میگم اما تو انجام نمیدی. تو سالیانه به دنبال آرامش میگردی و من خیلی راحت به تو دارم میگم اما تو بهش توجه نمی کنی. و حالا مشکل از کیه؟ لطفاً به من بگو مشکل از کیه؟ مشکل از توه؟ مشکل از خداست؟ مشکل از کیه؟ الان مشکل از کیه؟ تکلیف رو مشخص کنید. مشکل از توه؟ مشکل از خداست؟ مشکل از دنیاست؟ مشکل از جامعه است؟ مشکل ما دقیقاً از کجا داره شکل میگیره؟ کی داره این مشکل رو رقم میزنه؟ تکلیفش رو مشخص کنید. مگر تو نیستی؟ مگر افکار تو نیست؟ مگر رفتار تو نیست؟ مگر گیر دادنهای بیمورد تو نیست؟ مگر چنین چیزی وجود ندارد؟
حالا که تو این مسیر اومدی قدرتمند باش، نماینده برند من باش، سفیر برند من باش. حالا که تو این مسیر اومدی انقدر قوی باش که مرجع باشی. ببین نور، این خیلی مهمه، انعکاس نور از وجود تو باشه، از کلام تو باشه، از قلب تو باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نکته بسیار مهم امروز بهت گفتم که تو با انجام دادن این نکات حتما نتیجه خیلی خوبی میگیری. مگه تو چته؟ مگه تو چی کم داری نسبت به دیگران؟ هیچی، فقط خودتو زیاد میزنی، افکارتو زیاد میکوبی، شخصیتتو نادیده میگیری، احساس قشنگتو پنهان میکنی، ارزشهاتو میری چال میکنی. فقط همینه، هیچ چیز دیگری وجود نداره. این چیزایی که بهت گفتم خلاصه 50 تا کتاب بود، تمام شد و رفت. خلاصه 50 تا کتاب رو من به تو گفتم. من خیلی دوست دارم، من کارم آموزشه دیگه، من اگه پیراهن فروش باشم هر روز پیراهن میفروشم. من خیلی دوست دارم همه انسان‌ها از آموزش‌های فوق‌العاده ما استفاده بکنن، اما هر انسانی درکشو نداره. عده‌ای شروع میکنن به حرف‌های بی ربط زدن برای خودشون و زندگی خودشون و آینده خودشون و اونا دقیقاً همون آدمایی هستن که دائما طلب میکنن و میگن خدا به ما نمیدهد، خدا برای ما نمیخواهد. دائما گیر میدن، دائما حرف میزنن. شما برو تو پست‌ها کامنت‌ها رو بخون، همه کامنت‌ها مثبته، 2 تا دونه شاید تو منفی ببینی. اونم در مورد شخص من نیست، در مورد مثلا اون مدل محتواه. یا میگه خدا وجود نداره، یا میگه ای بابا دلت خوشه. اینا همه حرفه. بعد برو تو پیجش، پستایی که گذاشته رو ببین، یا غمه یا ناراحتیه یا غر زدنه یا چرت و پرته. برو عکس پروفایلش رو ببین، برو بایوش رو ببین. حالا اون که فیکی اصلا هیچ به کنار، اون که اصلا فیکی کلا به کنار، برو شخصیتش رو ببین. بعضی آدم ها انقدر کراهت رو به سفرهشون میارن، به زندگیشون میارن، به تنشون میارن، به مغزشون میارن، میشن کریه المنظر. یعنی قیافش انقدر دیگه بد میشه، اصلا میبینی انرژی منفی میخواد وجود تو بگیره. تا حالا ندیدی از این آدم ها؟ در کسب و کارت، در جامعت، اینا کریه المنظر هستن و این آدم ها سم خالصن برای تو و زندگی تو. اون نکته که در مورد رابطه ها بهت گفتم هرگز فراموش نکن. بچه ها خیلی هاتون دوست دارین در کارگاه سرزمین مکاشفات شرکت بکنیم و چند تا چیزو خیلی پرتکرار میگین که آقا ما شهرستانیم. خب ببین، عمده بچه هایی که در کارگاه حضوری میان از شهرهای مختلف میان، پرواز میگیرن میان برمیگردن، اما اینقدر فوق العاده است که ارزش داره. تکرار میکنن عزیزان دل من در مورد پرداختش. شما میتونین با داشتن چک صیادی در 2-3 مرحله پرداخت بکنید که خانم پارسا شما راهنمایی میکنه. سوال میکنن در مورد این که آقا من میخوام نتایج عالی داشته باشم. من زیاد اهل تبلیغ نیستم، آنچه که میگویم خیلی بیشترش رو انجام میدم. این کارگاه بی‌نظیره و بر تک تک شما واجبه. فکر نکنید هر کس هم اومده توی این کارگاه واقعا پول داشته. نه، دست فروش اومده از ما بین شماست، با افتخار دست فروش اومده ثبت نام کرده، گفت آقا من روزانه پول میدم، این 10 میلیون رو بگیر، من روزی 1 میلیون میدم، من روزی 2 میلیون دخلمه، دست فروشی میکنم. خانومم هستشا، دست فروش متروه، من روزی 2 تومن کار میکنم، روزی 1 تومنشو میدم به شما. قبوله؟ چرا قبول نیست؟ اصلا تو باید بیا استفاده بکنی. حالا تو موقعیت خیلی بهتری داری، کسب و کارم داری برای آموزش دیدن خودت بهانه تراشی میکنی. دیگه این به خودت بستگی داره، این دیگه به ما بستگی نداره که ما بخوایم کسی رو ببخشیم گردنشو به زور بگیریم و تو مسیر موفقیت ببریم. تو خواهر منی، تو برادر منی، تو قلب منی. من قلباً تک تکتون رو دوست دارم، انرژی های قشنگتون رو دوست دارم، اما دلم میسوزه خواهرم موفق نشه، دلم میسوزه برادرم موفق نشه، دلم میسوزه که اعضای خانواده من تماشا کنن. برای چی باید تماشا بکنی؟ تو آمدی برای موفقیت و خدا هم تو رو انتخاب کرده برای اینکه سفیر یک حال خوب باشی برای مردمان.
تو شهرت، تو محلت، تو کسب و کارت، اصلا تو جهان. همین دیشب یه مشاوره داشتیم، بچه‌های چند دورمون هستش. من روز اولی که این آدم رو دیدم گفتم ببین تو خیلی استعداد داری. اما وقتی وارد زندگی شدیم، به خاطر اینکه این آدم مقداری چاق بوده خیلی مسخرش کردن. چون عینکی بوده مسخرش کردن. چون فلانجا کار میکرده مسخرش کردن. و اون آدم میگفتش که من به دلیل یک سری حالا موقعیت‌های اجتماعی از سالمندان نگهداری میکردم. و من بهش برگشتم گفتم که اگر الان موفق شدی، اگر تو این جریان اومدی، این آدم حتی پول نداشت دوره ما رو ثبت نام بکنه. ببین ماوراء الطبیعه که بهت میگم اینه، حتی پول نداشت ثبت نام بکنه. الان اومده میگه آقا ضمن اینکه بدهیامو دادم، ضمن اینکه درآمدم 6 برابر شده، با قرض و چک و وام و نمیدونم چی شد، همه چیز دست به دست هم داد، یه باغچه خریدم، فلانجا فلان سرمایه گذاری رو کردم. وقتی طرف میاد میگه آقا من تو دوره شما مثلا فلان چیزو خریدم، یعنی چی؟ یعنی یهو یه نفر بهم زنگ زد سلام وام خونگی میخوای؟ گفتم بله، از برکات این دوره است. یهو اسم من نفر سوم چهارم در اومد، یهو یه معامله انجام شد، کلی خیر و برکت گرفتم. یهو یه اتفاقی افتاد، یه موردی برای خرید اومد و اینا رو مثل پازل کنار هم دیگه چیدم و اون اتفاق خوشگله رقم خورد. به این میگن ماوراء الطبیعه. وگرنه تو اگه بخوای واقعا چرت که بندازی حساب کتاب بکنی، تو تا زمانی که زنده ای هیچ وقت نباید پس آرامش داشته باشی، پول خوب در بیاری، زندگی خوب داشته باشی و الی آخر. بنویسین در دفتر اهدافتون که من باید برم اروپا رو ببینم، من باید برم مکه، من باید برم کربلا، من باید برم دبی. دنیا قشنگی داره، باید بری اینا رو ببینی. اگر نبینی خودتو محروم کنی مشکل از توه، نه چیز دیگه. همه جای دنیا دزد داره، تو چیکار با دزدش داری؟ همه جای دنیا آدم ناحسابی داره، قالتاق داره، تو چیکار با اونا داری؟ بچسب زندگی خودت، بچسب زندگی خودت. من در گذشته تازه کار بودم دیگه، نوپا بودم، تند سمینار میذاشتم. بعد هر سمینار میومدم میگفتم معلومه دارن حمایتش میکنن، آقای فلانی، خانم فلانی. بعد ما بعد هر همایش میمونیم استوری میذاشتیم سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران، ما تحت پوشش و حمایت هیچ احدی نبوده و نیستیم و فقط چند تا جوونیم داریم کار میکنیم. الان این حرفا کمتره، ولی اون موقع باور نمیکردن. الان جایی که آدما تو رو باور نمیکنن، ولی بعدن جوری باورت میکنن که فقط میخوان به تو بچسبن، فقط میخوان به تو بچسبن. پس آموزش ببین، برو بنویس من باید برم سفر، برو هر هفته برای خودت یک شاخه گل بخر، برو حال خوبت رو با دیگران به اشتراک بذار، برو یک صفحه مجازی داشته باش، اینستاگرام توش کار کن، برو اگه نمیخوای کار کنی حال خوب رو منتقل کن، یه پیج فکت حال خوب بیار بالا. طرف اومده پیج زده فقط ریمیکس های شاد میذاره. دقت کن که زندگی فقط برای تو یک راه ندارد، چند راه دارد. برو انتخاب کن، برو جلو تلاش کن، حتما نتیجه میگیری. تلاشی که در اون ایمان و باور نباشد برابر است با شکست. تلاشی که بی‌وقفه باشد و در آن ایمان و باور باشد برابر است با رسیدن. ما انتخاب میکنیم، ما انسانیم، قدرت انتخاب داریم، قدرت تکان خوردن داریم، قدرت رشد کردن داریم. ما انسانیم و ما حتما باید اینا رو جدی بگیریم. دلم برای همتون تنگ میشه، دلم برای دوره وی آی پی تنگ میشه. قربون احساسای قشنگتون، قربون اون پیام‌های قشنگتون. خیلی پیام‌های حال خوب برام فرستادین، از همتون ممنونم. امروز هم اگر دوست داشتین، اگر علاقه‌مند بودین، نتایج و نظراتتون رو حتما بفرستین. حالا ایده رو وقت نکردم بخونم، بهتون قول میدم ظرف چند روز آینده همه رو میخونم و همه رو صفر میکنم. امروز بفرستین و بدانید که مسیر آموزش برای شماست و دوره وی آی پی جنسش یه جوری هستن، خیلی فرق میکنه. خیلی برای من برکت داره دوره وی آی پی، خیلی برای من
حال خوش داره، خیلی برای من نتایج فوق‌العاده داره و دوست دارم در آموزش‌های بعدی هم روی ماه همتون رو ببینم. از خدا بخوا، از خدا طلب کن، خدای به من قدرت بده، توان بده، آموزش ببینم، برای خودم هزینه بکنم، در کنارش پول در بیارم، به معیشتم برسم، به زندگی خوبم برسم. و این مسیره که مثل پیکان خراب میمونه، هولش میدی یهو رو دور میفته و حرکت میکنه میره. من یه زمانی به خداوندی خدا قسم حتی پول آموزش دیدنم نداشتم. پول آموزش دیدن الان رو نگاه نکن، خدا برای تو گذاشته کنار، توپل، چاق و چله، گنده، فقط میگه بیا 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 بیا. بدانید در بهترین جای قلب من قرار دارید، همتون رو دوستتون دارم. من تمام تلاشم رو کردم که عالی ترین باشم در این دوره، تمام تلاشم رو کردم که به جای آن چیزی که تعهد دادیم خیلی بیشتر اجرا کنیم، خیلی 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 بیشتر. و اگر کم و کسری بوده شما به بزرگی خودتون ببخشید، یعنی کم من رو، ما که بچه‌ها واقعا عالی هن. اگه بچه‌ها کم و کسری دارن حتما من کم و کسری دارم. کم من رو شما به بزرگی خودتون ببخشید و بدونید که در بهترین جای قلب من هستید و خواهید بود. اما نتایج شما منو احیا میکنه، منو زنده میکنه. برو کار خوب، برو پول خوب، برو دنبال رابطه خوب، برو دنبال احساس خوب، برو دنبال ارزش خوب و بدون خدا برای تو امضا کرده. الان سختیه، فدا سرت، فردا سختی رو از بین میبریم. الان نداریه، فدا سرت، فردا نداری رو از بین میبریم. الان گرفتاریه، فدا سرت، خب اینا همه مال قبله دیگه، همه مال قبله. نداری رو از بین میبریم، اشکال نداره، اشکال نداره. اما تمام تلاشت رو بکن، خدا جوری برای تو رقم بزنه که خودت حداقل از خودت راضی باشی. مگه تو چند بار میخوای زندگی بکنی؟ مگه تو چقدر میخوای زندگی بکنی که یه نفر بیاد تو رابطه با تو و بخواد مغز تو رو بکوبه؟ مگه تو چقدر میخوای زندگی بکنی که یه نفر با تو کار بکنه پولت هم ببره؟ مگه تو چقدر میخوای زندگی بکنی که بخوای حسرت به دل هم بمونی؟ بچه‌ها میگن روتین رو ادامه بدیم. من سالیانی است که روتین دارم و روتینم قطع نشده و یکی از دلایل حال خوب همیشگی من همین روتین داشتنمه، همین روتین داشتنمه. و بدونید که هر چقدر به خودت نظم بدی، دیسیپلین بدی، برنامه بدی، خودت احساس قشنگتری داری، خودت از زندگی خودت راضی تر هستی. و مانترای امروز برای استوری امروز که میخوایم جمله مثبت رو استوری بکنیم، بچه ببینیم پست جدیدی که در پیج گذاشتیم اون استوری بکنید. همین پست جدید که این ذکر رو گفتم، صراط علی مستقیم، یعنی آقا من دنبال راه علیم، صراط مالک یوم الدین، من دنبال راه، منظورش خالق جهان هستی، مالک یوم الدین. و اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای من فقط تو رو میپرستم، خدای من فقط به درگاه تو میام، خدای من فقط تو یاری میخوام. خیلی 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 ساده است، اصلا چیز سختی نیستش. بچه این پست رو که سمینارم بودش، اینا همه امروز استوری کنن و حداقل برای 50 نفر ارسال بکنید. مردم بهش نیاز دارن. این پست از اون پستایی که مردم بهش نیاز دارن. حال مردم با اینجور پستا خوب میشه. شما باید سهم بزرگی در این کار داشته باشید. شما انسان VIP هستید. اینو هرگز فراموش نکنید. مجدداً به تو تبریک میگم برای اینکه تو این دوره اومدی و بدون که من خیلی خوشحالم که زندگی تو عوض شده. بازم تلاشمو میکنم، بازم هفته دیگه در پیج اصلی لایومو شروع میکنم، بازم تلاشمو میکنم که اتفاقات قشنگی بیفته. آن چیزی که نیاز بود در این دوره دریافت بکنین خیلی بیشترش رو براتون توضیح دادم. آن چیزی که متعهد شدیم خیلی بیشترش رو عنوان کردیم و واقعا تمام هدف ما حال خوب بوده برای شما، نتایج خوب بوده برای شما. این خیلی مهمه. هر چی میخوای از خدا بخواه. بگو خدای کمکم کن لباس خوب بخرم، ماشین خوب بخرم، موتور خوب بخرم و تلاش کن نشین سر جات. حتی همین سرزمین مکاشفات که میخوای شرکت کنی، زنگ بزن، سلام
الان میتونم اینجوری کنم، اینقدر میتونم پرداخت بکنم، بقیه‌اش رو 10 روز بعد، 2 هفته بعد، 1 ماه بعد، 2 ماه بعد. تو باید بری چونه بزنی، من نباید اینا رو به تو بگم. بعد از خدا بخوا که خدا بهت بده. میگن قرار بود در مورد چاکراها صحبت کنین، من هیچ وقت چنین قراری نذاشتم. من هر قراری بذارم هم یادم میمونه هم مینویسم. هیچ وقت نگفتم در مورد چاکراها صحبت میکنم، هیچ وقت، حتی یک بارم نگفتم. چون چاکراها یک دوره دیگری هستش و اگر نیاز باشه حتما در دوره بعدی در مورد چاکراها هم صحبت میکنیم. مراقب خودتون باشین. نظرات و نتایجتون رو برای من در دایرکت بفرستین، حتما میخونم، بهتون قول میدم. شاید چند روز زمان ببره اما حتما میخونم. اگر دوست داشتی این مدل آموزش من رو، برای من دعای خیر کن که من سرپاتر باشم، قویتر باشم، بروزتر باشم و این مسیر ادامه دارتر باشه. مراقب احساس قشنگتون باشید. امیدوارم در دوره‌های بعدی، آموزش‌های بعدی، سمینارهای بعدی ببینم روی ماهتون و کلی لذت ببریم. بهتون گفتم مانترای امروز نگفتم، الان بهتون میگم. چشم. به جای استوری امروز که جمله تاثیرگذاره، اون پوستر رو لطفاً استوری بکنید. برای مانترا، من خودم را خیلی دوست دارم. من این مانترا رو مثل یه ذکر مدت‌ها هر روز میگفتم. من خودم را خیلی دوست دارم. و انقدر من این رو تکرار میکردم، مثل یه ذکر تسبیح دستم بود میگفتم من خودم را خیلی دوست دارم. اینو به عنوان یک مانترا امروز بنویسید و من حتما میرم میبینم. این پست جدیدمون رو همه تون استوری کنید چون خیلی مهمه. متشکرم و ممنون و خدایا رو نگهدارتون. سوال داشتین بچه در واتساپ بپرسین. سوالای تکراری بچه‌ها زیاد میپرسن، من چشم خورد ولی خب جواب ندادم، چون حداقل 100 بار قبلا گفتم که این پیج هستش، دوباره میگن پاک میشه یا نه. مراقب خودتون باشین. متشکرم و ممنون. سوال در مورد کارگاه داشتین از خانم پارسا بپرسین، بقیه سوالاتتون هم از پشتیبانی بپرسین. همین الان نوت برداریتون هم ارسال بکنین. خدا نگهدار. مرسی.